مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. رفیق محترم عینی، بی‌شبهه شما بدون توضیح من حس می‌کردید که این غزل از بیت 2 شروع شده است. سختی حالتم در آن شب از مضمون این بیت هم بالاتر بود. حالا روز 10 فوریه سال 1939 بهتر شدم. 37.5 تب دارم. خوشوقتم که میتوانم با شما این خطچه را نویسم. فرزندان عزیز و مادر محترمه‌شان را سلام برسانید. لاهوتی. از ابوالقاسم لاهوتی، 7 ماه 3 سال 39. غزل. زمین و آسمان را گر بکابم، بت مانند تو محرو نیابم. همیشه در جهان ناکام بودم، پس از وصلت همیشه کامیابم. همه عمرم به تاریکی گذشته است، کنون رویت نمیماند بخوابم. به تنهایی گرفتم عادت اکنون، ز شادی پیش تو در اضطرابم. چه خوش ملک است ملک عشق، کانجا رفیق راه باشد آفتابم. بجز کویت به هر شهری که رفتم، مرا راندند ناداده جوابم. چی سازم زندگانی تا مرا دیل، حریف جنگ خود کرد انتخابم. مرا تو دوست خواندستی عجب نیست، که دشمن می دهد انسان عذابم. لاهوتی، 12 مارس سال 1939. رفیق محترم عینی، این غزل را هم در همان شب بلاانگیز بیماری گفتم. حالا روز 12 مارس تبم افتاده است. غزل‌های نو را میپسندید یا نه؟ زحمت تنقید دلتان را نزد کی؟ اگر این طور باشد، سلام‌های مخلصانه من در خدمت شما عذرخواهی میکنند. ارادتمند لاهوتی. با ابوالقاسم لاهوتی، جواب عینی و مکتوب‌های لاهوتی، 18 ماه 3 سال 39. رفیق شفیق محترم لاهوتی، حالا در پیش من 3 کنورت شما استاده است که به هیچ یکی آنها من جواب ننوشتم. مکتوب‌ها و غزل‌هایی که با این کنورت‌ها با وصول خود مرا بختیار و شرفیاب کردند، در عین زمان در اضطراب پرپیچ و تاب هم انداختند، زیرا اینها بیماری مزاج شریف و اولاد لطیف را خبر می دادند. من می دانم آدمی سالش به اعتدال رسیده در وقتی که بچگان خردسال داشته باشد، با بیماری جسمانی چقدر اضطراب قلبی هم می کشد، خصوصا که در آن وقت آن بچگان هم بیمار شوند. این است که قلبی تجربه دیده و این گونه بیماری ها را از سر خود چند بار گذرانیده مضطرب می شود. قطع نظر از آن که شما درجه طب خود را 40 نوشته اید، نقش قلم و مضمون شعرها، خصوصا شعری که بیت بیماری و بیداری و تنهایی و ظلمت، کشتند مرا ای شب هجران، سحرت کو، در آن است که درجه طب شما را نشان می دهد. من از آن مکتوبی که در وی با کوچیدن به زوینی گرد رو به بهبودی آوردن خودتان و اعضای عائله‌تان را نوشته بودید، خیلی خاطر جمع شده بودم. متاسف مکتوب ثانی باز عودت بیماری را نشان داد. خوب است چنان که در آن غزل بیماری قید کرده اید،
درجه تب به 37.5 فرامده است. لیکن این درجه هم برای ما و شما تب است و تبی سخت هم شماریده می شود. در این باید فریفته نشد. در پی معالجه کوشیدن ضرور است. معالجه اول این است که در وقت بیماری و تب هرچند که در درجه پست و قریب به اعتدال باشد هم جسم و هم دماغ آسوده گذاشته شود. از شعرها معلوم می شود که شما دماغ را از وقت تندرستیتان بیشتر کار فرموده ایستاده اید یا اینکه خود به خود زیاد کار کرده ایستاده است. دماغ را از خردسالی نگهداری کردن در کار است. دوم، همه تجربه های چند ساله نشان داد که هوای مسکو خصوصا در ایام زمستان و بهار برای شما سازش ندارد. در حقیقت هم کسی که یک قسم مهمی عمر خود را در طرفهای جنوب گذرانده باشد، سرمای سخت، هوای سربارش بی آفتاب او را از کار می برارد. بنابراین 3 ماه بهار را که مسکو باز هم سربارشتر و نمتر می شود با عائله به قریم کوچیده گذرانید. البته پارتیا و حکومت در این خصوص به شما یارمندی لازمی را خواهد کرد. در آینده هم موافق موسم تبدیل مکان کرده ایستادنتان لازم است. من حالا در تحلیل غزلهای آخری و تأثیراتی از اینها گرفتم چیزی نمیگویم. فقط همین را میگویم که غزل آخری پرواز کنه مرغ وفا بال و پرت کو وردی زبان و دلخالی کنی من گردیده است. امیدوارم که در مکتوب آینده تان کاملا صحت یافتن خودتان و بچگانتان را خوانم. غنچگی هایت نصیبی دیده بیدل مباد، چشمی آن دارم که تا بینم گلستان بینمد. بچگان را از جانب من بوسید. به محترمه بانو از طرف خودم و رفیقم سلام. به سلام رفیقانه صمیمی عینی. سمرقند، قرغانچه 10. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. از ابوالقاسم لاهوتی 3 مارت سال 1939. رفیق محترم و عزیز استاد عینی، خط 18 مارت نوشته اتان را گرفته خواندم و مثل همیشه از مهربانی شما شاد و ممنون شدم. از دیر نوشتن جواب و یا به جواب گذاشتن چند خط من مطلقا متاثر نشوید. باور کنید که من به طور قطعی این را فکر نمی کنم. خطهای ما به یکدیگر مکتوبهای رسمی اداری نیستند. هر وقت برایتان ممکن است ولو اینکه جواب 10 خط را در یک خط بنویسید، من خرسند هستم. اما معنی این گپ این نیست که من گویا منتظر خطهای شما نیستم. حالا 6 روز است که همه به مسکو برگشته ایم. بچه ها هنوز تماما صحت نشدند،
اما قوه مادی اجازه نداد که بیش از این در خانه استراحت مانیم. هر ماهش 5000 سوم میشد. بعد از آن غزل آخری که برای شما فرستادم فقط چند بیت گفتم. آمدن به شهر، تلفن ها، تلاش معاش، بیماری، بیمارداری، به در خانه شیر قفل یا قلف زدند. 2 روز پیش از طرف لیتفاند آمده وعده دادند که به زودی شروع به ساختن دچه خواهند کرد. اگر این کار بشود ماها را نجات می دهد. در دچه شروع به نوشتن خواهم کرد. اگر مسئله دوری راه نمی شد بدون شبهه به باغهای سمرقند می کوشیدیم. خوشا به حال شما که هر قدر هم سخت باشد از حیث اداره کردن به رفت و آمد و غیره، باز هم باغ در نزدیکی شهر دارید که در تابستان ها بچه هاتان را به آنجا می فرستید. خیلی دلم می خواهد که زودتر امکانیت به دست آید چندین موضوعی را که در نظر دارم بنویسم. در مسکو از روز 28 مارس هوا شروع به گرم شدن کرده است. برف ها در حال تمام شدن هستند. البته سمرقند گلستان است. بهار حکمرانی می کند. بچه ها را سلام برسانید. از بانو و من به خدمت مادرشان سلام. به سلام صمیمانه لاهوتی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت